سلام دوستای عزیز، خدا کنه که جور و صحتمند باشین. من امروز برای سومنی لیانا جان اوکادو کده یک تا رومیگک و چی اسمش لبو برش جور کردم. دیگه یک چیپسکای اینا رو که من دیم میگیرم برای اشتکاست. دیگه اینجا هم که برایش آب جور کردم کده بادرنگ یا مخیار به زبان ما ایراتی ها. خب چون که من میمانم خودش بخوره، حالا ببینیم که چی کار میکنه. این گلک های مقبول ما. خب ببینیم باز یانا خانم چه پلان داره سر اینا. بله حالا یا به کلش میمونه. نه چپه میشه. بخور لیانا. نیم همیشه خودم لبو را اتا خوبش میخوره. همیشه هم لبو را انتخاب میکنه مرحله اول. خب لیانا من ایران میمونم اینجا، شما اینجا بخورین. اوکی؟ و مهارتی که دختر ما داره من نمیفهمم که دوست عزیز اینو شما به من حتما بگین. کده هر دو دستش میخوره، یعنی هم چپ هم راست. قاشقم در دو تا دستش خوبش همونطور نگاه میکنه. خب ما میمانیم لیانا جان غذایش بخوره. تا برنامه بعد دوست عزیز شما رو به خدای پاک میسپارم. خدا یار و نگهدارتان.